قهر و آشتی، تعقیب و گریز، همه و همه در کفایت مذاکرات. ما داریم بچه دار میشیم. با نادر به تشکری داری. این کیه؟ برادر زنمه، صاحب استانبول. بر اعتماد کفایت مذاکرات. تمام. ماجراهای هیجان آور و نفس. حالا شیر استانبول به گوشت خورده؟ ماشاءالله بنیه قوی داری. شطور استانبولم نیستی تو. چی خاک سرت چیکار کرده؟ دیگه تو سریالای ترکی هم این چیزا قفله. ایوا خانم دکتر شما هم بارداری؟ ببخشید این کوچولو هم مال خودمونه. نمیشه پادشاه قفس تو رو میگن؟ سلطنتش به پایان رسید. ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه. اینجا استانبول نیست، هر غلطی دلت بخواد بکنی. بچسبون به هم ما رو بیا. کفایت مذاکرات از چهارشنبه در سینماهای سراسر کشور. تو گاوم هیچی حالیشون نیست. راست میگی ما گاهی